این طرح حاصل بسیار بستن نیالهای پخته را قوت صالح میگوید که سالیان زیاد در یاد ندارد. او امسال با فعالیت دهقانی مشغول شده از فعالیت یک ساله کاریش نتیجه گیری می نماید. او همراه برادرانش امسال در میدان 12 هکتار پنبه کش نموده آن همین طور و فراوانی این گنج میسر گردیدند. این زمینای ما حاضر تا 100 کراک 70 80 تا 180 کراک داره. ما نیاز داریم که همین زمین ما 40 سنتینری حاصل بگیریم با دولت بسپاریم. در دهه سرچشمه جماعت دهاتی به نام خدای رجب فینایی واسه این دهقانان به قدر زمین رسیدند. صافدلانه محنت کرده امروز اینگونه نیالهای پر از پخته ثمره محنتشان را دیدند. آوازه این زمین پخته‌زار بیرون از ناحیه تا وزارت کشاورزی رسیده است. از آنجا متخصصان آمده از موفقیت دهقانان با آنها هم صحبت شدند. توجه متخصصان در این سمت دهقانان را باز هم روح بلند نموده است. این پخته ما یک خونی کش 11 تپاندونه داره. همین معلوم میشه که ما ایشالله با امر خدا 35 40 سنتر حاصل بلند میگیریم. در دهه سرچشمه جماعت دهاتی به نام خدای رجبوف در این زمین 22 هکتاره هم با مصلحت قوت صالح پنبه کش نموده دهقانان به نتیجه های خوب نایل گردیدند. سبب موفقیت خود را دهقانان در استفاده عاقلانه زمین و ثمرناک استفاده نمودن آب پالزی میبینند. خیلی پخته در دوام 20 سال در اینجا شیدگی نبود. اینا چه خیلی که دیدی است اینا میچینی یه هفته پس با میاد با هم خریدن میچینی. اینا واسه آورده است اینا اینجا چینکش رفته است. همه یگان کمبودی نیست. همه مینداره فقط. قوت صالح و سهامداران این خوجگی عهد کردند که تا آخر موسم جمع‌آوری پخته از هر یک هکتار به قدر 40 سنتینری حاصل جمع‌آوری می‌نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.